سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. اسم من مرواریده و تو این ویدیو میخوایم ببینیم که فوبیاهای مختلف بقیه و عجیب بقیه چیه و همینطور میخوام فوبیاهای خودم هم بهتون بگم که چی هستش و شاید هم اصلا یه چیزای جدیدی پیدا کردیم که فوبیای من نمیدونستم و بهش فکر کنم و ببینم آره این میتونه فوبیای منم باشه. بریم ببینیم که چطوری است. خب بچه ها، بریم ببینیم که بقیه چی گفتن. یکی پرسیده که بدترین فوبیاتون چیه، یکی گفته که دست و پامو قطع کنن. خیلی میتونه وحشتناک باشه ولی خب آدم چرا باید فکر کنه به چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده؟ میتونه ترسناک باشه، قطعا که خیلی ترسناکه فکر بهش، ولی من مثلا هیچ وقت به این موضوع فکر نمی کنم اصلا. یکی گفته مار. من خودم از تمام حیوانات میترسم، اول اینو بگم. ولی مثلا مار همینجوری بیاد اینجا بخزه فکر نکنم از دور ببینمش مثلا حالم بد شه یا مثلا عکساشو ببینم حالم بد شه، چون مثلا فوبیا اینه که شما انگار عکسای مثلا اون حیوانم میبینید حالتون بد میشه. زلزله من نمیترسم، یعنی من تا چیزی معمولا اتفاق نیفته نمیترسم. شاید مثلا اگه زلزله بیاد یه آواری رو سرمون خراب شه من تازه شاید اون موقع بترسم، ولی همین جوریش چون حس میکنم درکی ازش ندارم. درک دارم ولی درکی از بدبختی که بعدش میتونه داشته باشه ندارم، به خاطر همون نمیترسم. مثلا الان اگه بگم فلان جا میخواد موشک بزنه به ایران، من تا اون لحظه نمیترسم، یعنی تا موقعی که اون اتفاق نیفتاده باشه من نمیترسم. حالا شما چجوری؟ بگین برام که منم بدونم. بعد یکی گفته سوسک، بیرون موندن پاهام از پتو، غرق شدن تو دریا. سوسک که به نظر من یکی از وحشتناک ترین موجودات دنیاست و من حتی عکسش هم میبینم چندش هم میشه و بدم میاد و واقعیتش هم که ببینم که اصلا جیغ میزنم و فرار میکنم. ولی مثلا بعضی رو دیدم از عنکبوت میترسن. فکر کنم حتی یکی از بزرگترین فوبیا هم از چت جی پی تی پرسیدم، نوشته بود یکی از بیشترین فوبیا هم فوبیای عنکبوته، ولی من اصلا از عنکبوت نمیترسم. از سوسک خیلی میترسم ولی از عنکبوت نمیترسم. گفته بود بیرون موندن پاهام از پتو. این فوبیا نیست، بیشتر یه حالت روانیه. البته فوبیا هم یه حالت روانیه ولی منم هیچ وقت پاهامو از پتو بیرون نمیذارم. یکی هم گفته غرق شدن تو دریا. خفگی به نظرم یکی از بدترین حساست، حالا چه تو آب باشه چه تو غیر آب، و به نظرم یکی از بدترین مرگا هم میتونه باشه. ولی اینم همون دیگه، اینم تا اتفاق نیفته من بهش فکر نمی کنم. بعد یکی گفته پریود شدن تو مکان عمومی. اینم باز فکر نمی کنم فوبیا باشه. این مثلا حالت اینه که میگی وای لباسم کثیف میشه و اینا. فکر نکنم فوبیا باشه مثلا وای من الان تو مکان عمومی پریود شدم. خب یکی گفته نمیدونم فوبیاست یا نه ولی رد شدن از خیابون. آره یه ذره ترسناک است رد شدن از خیابون، مثلا اینجوری ماشینا که تون میان و خیابون بزرگ باشه به نظرم میتونه ترسناک باشه. من فوبیاشو ندارم، شاید یه ذره بترسم ولی فوبیا نیست به نظرم. یکی گفته از حیوونا میترسم. وای واقعا این مثل منه، من از تمامی حیوانات میترسم. ببین مثلا از بعضیا بیشتر، حالا از بعضیا کمتر. مثلا گربه رو من اصلا نمیتونم بهش نزدیک بشم وقتی میبینم، ولی مثلا سگ و نازینا کردم ولی اونم نمیتونم بغلم بگیرم هنوز. یکی گفته این که به افراد نزدیکم زنگ بزنن و جواب ندن به حدی نگرانی و ترس بهم فشار میاره تا یه هفته معده درد میگیرم. ببین من به یکی زنگ بزنم کلا که زیاد اهل زنگ زدن نیستم، ولی اگه به یکی هم زنگ بزنم جواب نده
یه ذره نگران میشم، ولی باز صبر میکنم، چون هیچ وقت اونقدر احتمال بدی تو ذهنم به خودم راه نمیدم. خفه شدن تو استخر، اینم همونه دیگه، همون مثل غرق شدن تو دریا و اینا. واقعا حس خیلی بدیه فکر میکنم. یکی گفته تباه شدن زندگیم به خاطر آرزوهایی که بهشون نرسم. ببین اینم باز من فکر نمیکنم فوبیا باشه، نمیدونم، فوبیا هستا ولی یه استرسیه بیشتر که همه دارن به نظرم. یکی گفته تصادف کردم با ماشینم، حالا رانندگی براش فوبیا شده. به نظرم رانندگی که کلاً استرس‌زا و ترسناک هست، حالا چه برسه که دیگه تصادف هم کرده باشی و خاطره بدی هم ازش داشته باشی. و مخصوصا توی تهران به نظرم خیلی رانندگی عذاب‌آور رو مخه، به خاطر اینکه انقدر شلوغ و ترافیکه. البته حس هم میکنم یه سری این ترس و فوبیا رو با هم قاطی کردن. حالا بذار ببینیم از چت جی پی تی بپرسیم ببینیم تفاوت ترس و فوبیا چیه. تفاوت ترس و فوبیا چیه؟ ترس یک حس طبیعی است که در مواجهه با خطر یا تهدید به وجود می آید. این حس می تواند به ما کمک کند تا از موقعیت‌های خطرناک دوری کنیم. فوبیا نوعی ترس شدید و غیر منطقی است که معمولاً به یک شیء، موقعیت یا فعالیت خاص مربوط می شود. این ترس می تواند به صورت شدید در زندگی روزمره فرد اختلال ایجاد کند. خب ما فهمیدیم که پس گفتش که ترس فقط یه چیزیه که ما رو از خطر باز می‌داره، ولی فوبیا یه ترس غیر منطقیه که گفته میتونه تو زندگی روزمره‌مون اختلال ایجاد کنه. مثلا من خودم از فضاهای تنگ و بسته و اینا خیلی میترسم. یه موقع‌هایی هم هست، فقط نه همیشه. مثلا من توی ماشینایی که 2 در باشن اون عقبش نمیتونم بشینم، یا اون ماشینایی که 7 نفرن و اون پشتش هیچ پنجره و صندلی نداره، من اونجا اصلا نمیتونم بشینم. یکی هم آسانسورای مثلا خیلی تنگ و بدون آینه باشه. یعنی به نظر من آینه یکی از بهترین چیزاییه که توی آسانسوره و واقعا اگه نباشه من حس خفگی زیاد بهم دست میده، مخصوصا اگه تنگم باشه. ولی همینجوری تا آسانسورای معمولی نه، اون حس بهم دست نمیده، مگه اینکه توش گیر کنیم. دیگه از چی میترسم؟ من از آدمای دیوونم خیلی میترسم. یعنی نه اینکه به یکی همینجوری میگی دیوونه ها، اونایی که واقعا اختلال روانی دارن و اصلا نزدیکم میشن، شاید بعضی هم کیوت و گوگولی باشن ولی من واقعا ازشون میترسم و اصلا تپش قلب میگیرم میان نزدیکم. مثل همونی که از گربه میترسم، من از اونها هم میترسم. کلا من حس میکنم از هر چیزی که مثلا غیر از یک انسان عادی باشه میترسم. مثلا از تمامی حیوانات میترسم، از انسان‌هایی که دیوونن و شبیه یک انسان عادی نیستن میترسم. فقط از آدمان که نمیترسم. میدونم الان خیلی ها میان میگن که اتفاقا اصلا اون آدم رو باید بترسی، ولی من اینجوری نیستم و از حیوانات و آدمای دیوونه میترسم. خب حالا الان از چت جی پی تی میخوام بگم که بهش معروف ترین فوبیاهای دنیا رو بگه بهم. معروف ترین فوبیاهای دنیا چیه؟ برخی از معروف ترین فوبیاهای دنیا عبارتند از آگورافوبیا، ترس از مکانهای باز یا شلوغ، کلوستروفوبیا، ترس از فضاهای بسته، آرکوفوبیا، ترس از ارتفاع، نیکتوفوبیا، ترس از تاریکی، آراتوفوبیا، ترس از حیوانات. اینها تنها چند نمونه از فوبیاهای رایج هستند و بسیاری دیگر نیز وجود دارند. معروف ترینش کدومه؟ یکی از معروف ترین. یکی از معروف ترین فوبیاها آگورافوبیا است که ترس از مکانهای باز یا شلوغ است. افرادی که دچار آگورافوبیا هستند ممکن است از رفتن به مکانهای شلوغ یا باز هراس داشته باشند. خب یکی از رایج ترینش گفتش که آگورافوبیا ترس از مکانهای باز و شلوغ. حالا مکان شلوغ رو درک میکنم
ولی مثلا چرا یکی بعد از مکان باز بترسه؟ یعنی کلا بیرون نمیتونه بره، یعنی مثلا پارک نمیره. شلوغ رو درک میکنم، حالا اون ممکنه سوشال انگزایتی هم باشه به نظرم، ترس از مکانهای شلوغ، ولی نمیدونم مکان باز، مکان بسترم درک میکنم. یکی دیگهش گفت کلوستروفوبیا که همون ترس از فضاهای بسته است. یکی هم آرکوفوبیا، ترس از ارتفاع. اینا رو همه رو درک میکنم. یکی دیگه هم نیکتوفوبیا، ترس از تاریکی. راجع به این حرف نزدیم. من نمیدونم اینم باز دارم یا نه. یه وقتایی دارم، یه وقتایی خیلی بیشتر دارم، یه وقتایی اصلا ندارم. ولی در کل همیشه باید یه جوری باشه که یه نوری، مثلا شبم میخوام بخوابم، باید یه جوری باشه که من چشمام ببینه این ور اون ور، نور در حدی باشه که چشمام ببینه. تاریکی مطلق که هیچی رو نبینم، حس خفگی باز بهم دست میده و اصلا نمیتونم بخوابم. همونجا مثلا پا میشم یه چراغ روشن میکنم. یکم آراتوفوبیا رو گفته بود که اونم ترس از حیوانات دیگه. حالا من فکر میکردم مثلا خیلی کم باشن افرادی که از حیوونا بترسن، از همه حیوونا کلن، ولی مثل اینکه رایجه و هستش. شاید هم حالا برخی حیوونا منظورشه، ولی مثلا این افرادم خیلی رو مخ منن. مثلا بعضیا که میگن مثلا من از فلان چیز میترسم، خب آقا من دست خودم نیست، میترسم. بعد همه مثلا بعضی اونجوری گارد میگیرن که وای نه تو بیشعوری که میترسی و فلان و اینا. بابا جان خب چیکار کنم؟ اتفاقا به نظر من اون فرد بیشعوره که فوبیای طرف رو درک نمیکنه. حالا بیشعور نه، مثلا میگم وای تو چرا اینجوری مثلا میترسی از حیوونا و اینا. خب آقا جان من چیکار کنم؟ من میترسم. بعد مثلا بعضیا میگن نترس، چشم من دیگه نمیترسم، حل شد، تمام ترس زندگیم با این یه جمله‌ای که تو گفتی برطرف شد. آره دیگه، خلاصه اینجوری هم حواستون باشه نگین، چون بعضی خب دست خودشون نیست و میترسن که شما بگیم وای چرا اینجوری و نمیدونم این بیشور بازی و فلان، کمکی نمیکنه به طرف. یا مثلا بگین نترس، طرف از یه دقیقه بعدش اینطوری نیست که بگه چشم دیگه نمیترسم و دیگه نترسه. حالا بس ببینیم اون فوبیایی که از آدم دیوونه است اسمش چیه. آیا فوبیایی وجود داره که از آدمای روانی و دیوونه بترسن؟ بله، یک فوبیایی به نام پیسوفوبیا وجود دارد که به ترس از افراد بیمار روانی یا دیوانه است. این فوبیا می تواند منجر به هراس از برخورد با افرادی شود که دچار بیماری‌های روانی هستند. مهم است که این ترس را جدی بگیریم و درک کنیم که افراد با مشکلات روانی نیاز به حمایت و درک دارند. خب اوکی، پس دیدیم که اینم وجود داره و اسمش هم چی بود؟ پیسوفوبیا بود. و حالا بریم ببینیم دیگه مردم از چی میترسن، ملت از چی میترسن. چندش؟ گربه، خیلی از گربه میترسن. پس من نمیدونم اینایی که این همه پیشی و سگ و اینا تو خونشون دارن کیان و این هم مثلا مهمونی میرن خونه افرادی که پیشی و سگ دارن. من دوست دارم مواجه بشم، ولی خب تو موقعیتش هم قرار نگرفتم که مواجه بشم. یعنی بعدم هم میاد از این که مثلا بخوام برم خونه یکی بگم نه تو گربه داری من نمیام. یعنی دوست دارم اتفاقا برم و طرفم معذب نشه به خاطر اینکه من میترسم، یا مثلا اون حیوانو بکنه تو اتاق واسه اینکه حالا من میترسم. یکی گفته این که سنم بالا بره و هیچ عنی نشم. اینم باز همونیه که قبل تر گفتیم دیگه، یه استرس مداومیه که همه آدما دارن دیگه. همه مثلا به نظر من خصوصا تو این دور زمونم بیشتر شده. به نظر من اونقدر قبلا اینطوری نبود که وای نمیتونم کار کنم، باید یه هدفی داشته باشم تو زندگیم، به هدفم برسم. قبلا به نظرم از این لحاظ آدم از لحاظ روانی راحت تر بود، ولی الان چون سوشال مدیاست و همه نمیدونم از پیشرفت و اهدافشون و اینا میذارن، یکم خب آدم استرسی میشه، خیلی آدم استرسی میشه. و یکی گفته ترایپوفوبیا. ترایپوفوبیا فکر میکنم ترس از یه مثلا
دایره های ریز ریز کنار هم، مثلا هر چیزی دایره کنار هم باشه، حتی یه گیاه هم بود من دیدم شکلشو، حالا براتون میذارم شکلشو، عکساشونو، که اگه حالا این فوبیا رو دارین این قسمت ویدیو رو بزنین جلو، ولی عکس رو میذارم واسه اونایی که میخوام بدونن چیه ببینن. و هیچی دیگه، از یه سری سوراخ ریز میترسن کنار هم، سوراخ کنار هم، دایره کنار هم میترسن این افراد. من که خودم نمیترسم، این ترس رو ندارم، ولی خب بعضی ها میترسن. خب حالا از چت جی پی تی میپرسیم که راه مقابله با فوبیا هامون چیه، که امتحان کنیم و سعی کنیم فوبیامون رو از بین ببریم اگه دوست داشتیم. راه مقابله با فوبیا چیه؟ مقابله با فوبیا میتواند به خصوص به شکل‌های مختلفی انجام شود. درمان شناختی رفتاری: این نوع درمان به فرد کمک می‌کند تا افکار و رفتارهای منفی مرتبط با فوبیا را شناسایی و تغییر دهد. درمان مواجهه: این درمان شامل مواجهه تدریجی با منبع ترس است تا فرد بتواند به مرور زمان با آن آرام‌تر شود. دارو درمانی: در برخی موارد پزشک ممکن است داروهایی تجویز کند که به کاهش علائم فوبیا کمک می‌کنند. پشتیبانی: صحبت کردن با دوستان، خانواده یا یک مشاور می‌تواند به فرد کمک کند تا احساس بهتری داشته باشد. 5. آرامش بخشی و تکنیک‌های تنفس: یادگیری تکنیک‌های تنفس عمیق و مدیتیشن می‌تواند به فرد در مدیریت استرس کمک کند. خب همین دیگه، شما برام تو کامنت ها بنویسین که چه فوبیایی دارین و اینکه درمانش کردین یا نه، و اگه درمانش کردین چجوری درمانش کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی من ببینین. مرسی، تا ویدیوی بعدی، خدافظ.